فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری از روانسر آقا هادی پرسیدن که آیا تلقین کردن بعد از مردن جایز است؟ تلقین میت اون چیزی که در روایت اومده، روایت ابو سعید و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که این تلقین قبل از مردن هست. یعنی در زمانی که انسان رو وقتی که تلقین میکنند یک چیزی رو بهش میگن توانایی داشته باشه که اونو کسب بکند، بگیرد و تکرار بکند. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو هریره و ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میفرماد که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، به مردگانتون لا اله الا الله را تلقین بکنید. و شراح حدیث در این زمینه گفتند که منظور از این که مردگان را تلقین بکنید یعنی اون کسانی که در حالت احتضار هستند میخوان بمیرند اونها را تلقین بگویید. و در همین زمینه در روایت دیگری در ادامه این روایت اومده که فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، زیرا هر کسی که آخرین کلامش و آخرین سخنی که بر زبان می آورد لا اله الا الله باشد این در واقع به بهشت می رود. اما تلقین بعد از دفن یا بعد از مردن این هیچ ثبوتی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد، بلکه یک حکم جداگانه و دیگری در این زمینه وجود دارد. حدیثی از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه این رو روایت کرده که امام ابو داود این رو آورده که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که یک میتی را دفن می‌کردند کان یقف علی قبره، روی قبرش می‌ایستادند، یعنی بعد از اینکه دفن شده بود وقف علیه فقال استغفروا لاخیکم، برای برادر خودتون استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید که واسالوا له التثبیت، ازش بخواهید از الله متعال که ایشون در واقع ثابت قدم نگه بدارد و بتواند که جواب درستی رو بدهد. فانه الان یسأل، زیرا که الان دارد که یعنی در حال سوال شدن هست. این بعد از دفن کردن است. اما قبل از دفن کردن یا قبل از مردن این زمان تلقین هست که و روشش هم این است اون کسانی که حاضر هستند در مجلس مثلا نشستن ذکر بکنند با صدای بلند مثلا لا اله الا الله مثلا ذکر بکنند تا اینکه اون کسی که در حالت احتضار هست اون بشنود و این رو بر زبان خودش جاری بکند و آخرین کلامش این لا اله الا الله باشد که این برایش مفید خواهد.